یه رسانه است دیگه. بعد راستش بگیم الان طرفدارای منم میان بالا، هر چی که دوست داری در مورد سایت بگو من جواب میدم. بفرمایید بگید که شما چقدر دادید و اسکریپ یه سایت رو خریدید از آقای امیر در سوئد؟ بهش خود استرس چرا گرفت؟ آره دیدم دیشب تلفن منو سوزونده بودی اینقدر زنگ می‌زدی. شما اگه ادعاتون میشه هر چی میگی من راست ببین شما با آیدی توتوبت به من پیام ندادی و من تهدید کردی و رشوه 500 میلیون برای من پیام دادی؟ نه به خدا دروغ داری میگی میخوای معروف شی. حالا من با تو لایو میذارم. آره من سوال بپرس من جواب بده. ادمین سایت شما بود. شما رشوه 500 میلیون من دیشب با هم چت کردیم. 300 تا کانال به من گفتن بیا با من مصاحبه کن، نکردم ولی دوست دارم با تو مصاحبه کنم. هر چی تو بگی من جواب میدم، هیچ چی هم نمیگم. هر چی تو بگی برو. خب چرا میخوای با من مصاحبه کنی؟ خیلی تو رو دوست دارم من. یعنی تو دروغ اصلا یه چیزایی تو میگی من دندونام میریزه. ببین آیه هزینه یه نکته بگم. یک ماه پیش اون فیلم جاساز مواد بود توی سامسونت. من مواد فروشم به نظرت؟ نه اجازه بده نمیخوام چیزی یه شارژر بیار گوشی من قطع نشه. آدم سیاست مدار اون فیلم جاساز موادی که شما تو ساک بود اولین نفر برای من ارسال شد. اینجا رستوران من. خب اینجا رستوران منه. گوش کن. تو سند رستوران نشون بده آیه هزینه. سلام سند مگه رستوران نداری؟ اینا پلیس ضابطه فلان این چلان سلام اینا نه آیه سند رستوران نشون بده. رستوران دارم. این دوست دخترمه. وایسا آقا من یه رستوران واسه کیه داداش؟ خب نه واسه خودت نه واسه توه. یه واسه آشپزخونه رستوران. آقا شما واسه کارمند کی هستی؟ خب وایسا این منوی هزینه چیه؟ بخون آقای هزینه بخون. آقای غفه شما سند رستوران به من نشون بده. من اینا که من نمیرسه. سند که شما سند نشون بده که رستوران به اسم خودته. وایسا سندم الان برات میارم. خب شما که تو شهر شما تو شهر یالوا چهارشنبه ها نمیری امضا بزنی؟ نه نرفتی التماس بکنی اینجا نکن. اینجا چیه؟ آقای هزینه وایسا سند شکر مغازه است. نگاه این شکر مغازه است. زد دوال میکنم از تو دروغ گفتن نداریم. نکن این جلوی در رستورانه. وایسا نه خوام بهت نشون بدم بعد ببینیم تو بحث سیاسی تو صدامو داری؟ نه بحث سیاسی من وایسا نه وایسا جواز اینجا رو بیار. بودو جوازم بیار. بودو اینا رو دیدی این قلیون این تابلو شکر بشقاب کاسه بشقاب تو برای من نمیشه که درد دوا برادر من. خب وایسا خب کدوم مدارکشو میخوای؟ سویش مرسدس بنز منو بیار. اسم من روشه یعنی مرسدس بنز منه. این مرسدس بنز من. وایسا این مرسدس بنز من اینم پلاکش. وایسا این یه دونهش پلاکش اسم بگیر. خب آیا هزینه برادر من حرفم اینه که شما چرا سایت شرط بندی تبلیغ میکنید؟ من حرفم اینه که شما چرا آقا این همه آدمی که دارم میاد سایت میبازن. آقا یه لحظه وایسا. بگو آقا یه لحظه من همه چی با مدرک بگم صفحه گوشو پاک کنم. نه آقا نه مجری شبکه‌های مجازی آقای هزینه توریسم فلان اینا یه اسکرین شات بگیر. آقا اسم رستوران نه برادر من. این برگه برای من این سند نمیشه برادر. با آدم شواهد که طرف نیستی. اسم برنده. رستوران به اسم کیه برادر من؟ اسم برند من کار ندارم. ولی من تو همین صندوق دوست داشتم رسانه. شما سایت شرط بندی زدی، اول زدی توتوبت. سایت توتوبت رو ازت گرفتن به خاطر اینکه اون طرف اکانت داره کردیش نمیدونم چی بت. خب چرا توتوبت ازت گرفتن؟ چون تو توتوبت کلاهبرداری شد. من اومدم تو کانالم زدم کلاهبرداری شده. حسابا هک شده. چرا نیومدی به مردم از مردم قطع کرد لایو که مال آقای هزینه بود ازش گرفتن به خاطر اینکه آدم 9 میلیون تومان لایسنس سایت توتوبت رو خریده بود. بعد میگفت سایت مال من از یه شخصی به اسم امیر در سوئد. به همه لایسنس میداده آقای امیر در سوئد. بیاد به مردم جواب بده این قضیه رو. من که دنبال لایک و فالو نیستم. بیاد میگه من هر کی منو فالو داره نزد من اگه دنبال فالوور بودم میرفتم 10 میلیون خرج میکردم فالو میگرفتم. 10 میلیون چی میشه 2000 یورو. یا مردم توزه چرا آقا یک سال چرا سایت توتوبت هستو گرفتن؟
به مردم توضیح بده در لایو خودت چرا سایت توتوبت ادسو گرفتن. به خاطر اینکه سایت توتوبت اسکریپت بود، به خاطر اینکه حسابای مردم هک شده بود، حسابای مردم فیشینگ شده بود. چرا موقعی که شما میرید در سایت شرط بندی ثبت نام میکنید از شما کارت ملی میگیرن و میگن اسکن بکنید؟ به خاطر اینکه کارت ملی از شما میگیرن، میرن احراز هویت میکنن در سایت صرافی و پولا رو میشورن، پولشویی میکنن. دلیل اینکه سایت شرط بندی از مردم کپی کارت ملی میگیره چیه؟ بیان به مردم سایت شرط بندی توضیح بدن. من نمیخواستم این قضیه رو باز بکنم برای مردم. بعد الان لایو قطع کرد رفت. بعد عکس شکر رو من نشون میدی میگه رستوران مال من. آخه چه حرفیه تو میزنی برادر من؟ یعنی الان من برم یه دونه ساعت بیارم بگم روش امین فردین رفتی شریک شدی با ترک. خوبه همه رو آوردی بالا. اون کسایی که فالوت میکردن چهره کثیف تو رو نشون بدم بهشون. فیلم شما رو من دارم. شما تو ترکیه میگه من نمیرم یالوا امضا بزنم. پس این فیلمی که من الان میخوام نشون بدم چی؟ از بابام در آوردم. التماس میکنی به من میگه آقا جون ماد. بچا قشنگ من میگه مستند نشونت دادم. این پیرن زرد. من یه بار دیگه فیلمو بیارم عقب. این پیرن زرد کیه؟ این بابای منه اینجاست. خب اینم احتمالاً یالوا نیست. مثلا شما هر جا رفتی در کشور ترکیه شما رصد شده توسط برنامه پشت پرده. همین پیرن زرده برید تو پیجش هم نگاه بکنید. اینجا شهر یالوا هست. شهر یالوا شهری هستش که فقط کیس های گی یا همجنس باز در این شهر پذیرفته میشه. فایل صوتی تو 25 دقیقه من از تو فایل صوتی دارم آقای. التماس میذارم 10 دقیقه دیگه بعد از اینکه لایو تمام شد میذارم 25 دقیقه فایل صوتی. فایل موبایل شما شنود شده های از اینه. داری التماس میکنی میگی جون مادرت به من اجازه بدید که من بیام آنتالیا امضا نزنم روزای سه شنبه چهارشنبه. بعد لایسنس آقای هزینه میگه رستوران مال منه. عجب رکبی خوردی. لایو با من اومدی بالا. تمام کسایی که تو رو فالو میکردم بشناسن چه آدمی هست. نمیدونم دیشب برداشته دوستانا بعد بهشون با من چت کرد. بهش گفتم گفت شماره تلفن منو پاک کن. خب بهش گفتم فقط به یه دلیل شماره تلفن تو رو تو کانالم پاک میکنم. فوش به مادر من دادی. خب معذرت خواهی بکنی. وگرنه تمام اسنادی که شکر رو من نشون میدی به عنوان اسناد. بعد عکس بچا نگاه کنید. این شماره های هزینه. خب اسلحه برای من چیز میکنه. بعد نگاه مثلا فکر میکنه ما دوزاریم. خب شلیک اسلحه برای من میفرسته که من میگم وای مثلا. بعد استیکر میفرسته که منم استیکرهای خودش رو براش پیدا کرده بودم. بعد میاد بگه بیا نمیدونم برای من بیا به سایت شرط بندی بدم. بعد نمیدونم مستند بهتون نشون میدم چتایی که آقای هزینه با من کرده. خوب شد رسوات کردم دعوای ساختگی داشتی با آقای خزایی. فوشایی که به من دادی اینا. شما خیلی آشولاشین. مستندی که گذاشتید تو این اینستاگرام شماره من بالاست. لعنت بر پدر مادرت که شماره منو بالای مستند گذاشتی. اینها بعد نوشته که فوش به من داده. نگاه کنید این آدم مثلا میخواد چیز باشه. شماره منو بردار. دیشب ساعت 12 چیز داده. منم بهش گفتم یه دلیل داره من اگر شماره تو رو بردارم. تو به مادر من توهین کردی. من مستند آبرو تو رو بردم. بهت گفتم آیا از اینه شما یا توضیح بده به مردم چرا کیس گی میدی. بعد بابا تو اگه گشنه نبودی نمیرفتی تبلیغ سایت شرط بندی بکنی. دوستان یه چیز جالب به شما بگم. برید تو اینترنت سرچ بکنید. با 3 یورو میتونید $1000 فیک بخرید. $100,000 یک کارتون دلار فیک به شما میدن با $3 با 4 یورو 4-5 یورو از یک کشوری تو چین میاد. میتونی قشنگ بیاری بریزی بگی هزینه‌های من مال تو. این همه آدمی که به من پیام دادن سرشون تو سایت شرط بندی کلا رفته. این همه آدمی که به من پیام دادن سرشون تو قمار کلا رفته.
این همه آدم من پیام دادن حسابشون هک شده، فیشینگ شده. یه دو مردم توضیح بدی که این حسابی که هک شده کجا رفته. بعدش هم به تو پیام بدم میگه مال من نبوده که یکی دیگه بالا بوده. به کدوم یکی از اون کسایی که پولشون خورده شده تو لایو جواب دادی؟ به کدوم یکی از اون کسایی که پولشون رو تو سایت شرط بندی باختن جواب دادی؟ فقط گفتی هزینه هزینه هزینه. بعد پیجای من اومدی گفتی 500 میلیون میخوام بهت بدم، آیدی تو گذاشتم به عنوان توتوبت فلان بودی. به محض اینکه آیدی تو فوروارد کردم تو کانال ترسیدی، به خاطر اینکه تهدید کردن یه جرم محسوب میشه، پناهندگی تو رو از ایمان ازت میگیرن. زدی زیرش، میگی تو اگه مردی فلان. تو پیام دادی آیدی تو گذاشتم، ادمین داد توتوبت. بعد میان میگن که فلان. جمع کن برادر من، کلاهبرداریاتو جمع کن. این که میاد میگه که نمیدونم هزینه فلان مال من هزینه. بابا این چیزا دیگه فیک شده دیگه. چهره شما رو شناختن آقای داوود غفاری مردم. اون فیلم مواد جا زدن شما تو ساک رو اولین بار دست من رسید 1 ماه پیش. مگه میخواستم آبروتو برم همون 1 ماه پیش 2 ماه پیش برای من اومد که بعد یه رسانه دیگه اومد این قضیه رو گذاشت تو پیج حاشیه و فلان و اینا. برو سریع برو سند فتوشاپ بکن بیا. قانونا رو که تو نمیتونی دور بزنی. تا اگه سند نشون بدی بدبخت میگیرنت تو ترکیه. چون اصلا طبق قانون پناهندگی ترکیه تو اجازه نداری رستوران داشته باشی. قانونه. تو قانونه که نمیتونی بالا پایین بکنی که 100 میلیون هم پول بدی نمیتونی قانون رو بالا پایین بکنی. نمیخواستم بیارم لایو، میخواستم بیارم فقط ادب شی. چون به من دیشب زنگ میزنی، تلفن منو سوزونده بودی دیشب. خواستم یک بار بیارم برای همیشه پرونده تو برای مردم نشون بدم. دیشب اصلا شمارش هست دیگه، همه اینا دوست آقای برانکو اینا. این شماره آقای نگاه کنید، دیشب ساعتش هم هست. انقدرم گشنست با فیس تایم تعمیم زمان. تو من کار داری مستقیم به من زنگ بزن با فیس تایم و واتساپ و هزینه مستقیم. من کاری دارم به کسی مهم باشه مستقیم زنگ میزنم. آقای هزینه نمیرم فیس تایم و نرم افزار دیگر زنگ بزنم به طرف کار مهم داشته باشه. داستان همینه. لطفاً بچه‌ها کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید، چون اینا بر نمیتابن. وقتی بخواد حقایق برملا بشه میان زرتی کانال اینستاگرام منو میارن پایین. عکس خیلی جالب خندم میگیره. عکس شکر فرسته، میگه این شکر روش نوشته هزینه رستوران. یعنی من موندم اینا دارن چی کار میکنن. موندم این فاضل آبا دارن چی کار میکنن. این دنیای مجازی چقدر، یعنی اگر آره هداد، این آقای هداد، بچه این هداد به عنوان هکر میاد پیج دخترا رو هک میکنه، بهشون میگه یا باید با من سکس بکنید یا پیجتون رو برنمیگردونم. آقای هداد بیا توضیح بده به مردم چقدر دختر پاس دادی دبی. میدونی که دستگاه امنیتی هم تو ایران روتن، خودت خیلی خوب میدونی، از ایران هم نمیتونی خارج بشی. رفت وسط لایو رفت یه برگه نشون داد، بهش گفتم ببند که بعد گیر کردی. امیدوارم که لایو با دوستان ضبط کرده باشن برای من فرستاده باشن. امیدوارم اگه هر کی هست امین فردین آیدی تلگرام منه برای من بفرست. دوستان وایس دارم از آقای هزینه که نقشه قتل برای من کشیده بود، صدا ازش دارم، صدا التماس از آقای هزینه دارم. رفت مثلا فیلمشو نشون بدم، فیلمشو بچه‌ها نشون دادم. میگه شما دنبال فالوور فیک خریدن مگه کاری داره؟ میگه شما از کجا میدونی؟ برو مستنده قلبی منو قلبی واقعا هم قلبیه، مستنده قبلی منو ببین. فکر می‌کنم با آدم بی سواد طرف یه مش فاضلا مثل امثال وحید خزایی و ترکیبی اینو دور اطرافش گرفتن. فکر کنیم ما اوناییم. فکر ما نمیدونم با 4 تا کاسه بشقاب آدم آورده، میگه تو برای کی کار میکنی؟ فردا برم عکس برج شرکت رو بهت نشون بدم، کرکوپرت بریزه کاری که ما داریم میکنیم. آره داوودی میذارم پشت خط بمونی. حالا دیگه تموم شد دیگه، تایمت بینه استفاده نکردی. حالا یه زنگ بزن فردا روز. جرأتشو نداری. اون روز به من میگفتن خیلی عذر میخوام توی لایو دارم میگم، به من میگفتن تو خواهشو نداری فلان کارو بکنی. من همیشه یه جواب میدم، میگم شما مگه منو لخت دیدید؟ اگه لخت دیده بودید میفهمیدید که کی خواهشو داره. عذرخواهی میکنم از این واژه استفاده میکنم. آیا هزینه شما اونم نداری، اومدی به من پیشنهاد 500 میلیون رشوه دادی،
پیشنهاد زدن سایت دادی، چت تو دارم دیشب گذاشتی، بعد گفتی تو این چت ها رو میخوای نگه داری اسکرین شات رو بذاری تو کانال. نذاشتم که بدونی که من عقده اسکرین شات هم ندارم. متن چتایی که دیشب با من کردی، حرفایی که دیشب زدی. بذارم فیلم پناهندگی تو یه بار دیگه. خب فن لپتاپم خاموش شد، یه بار دیگه میگه من یالوا نبودم. نه نبودی، شهر یالوا نبودی. میدونه اگه بگه من یالوا بودم آبروش میره، چون یالوا مال کسایی که کیس گی و کیس همجنس‌بازی میدن. غیر از اون هم نمیتونی چیزی بدی، چون کانادا و اینور اونور فقط همون کیس رو پذیرش میکنه که شما بخوای بری. اروپا که نمیتونی بیای، به خاطر اینکه چند سال پیش دیپورت شدی از اروپا. زن و بچت توی اروپا، توی آلمانن، سر اونا که نمیتونی بیای. بیا آقا این یه بار دیگه من میذارم ببینید. این زرده من نمیدونم چیه. این بابای منه احتمالاً، این شما نیستی. این اداره هم احتمالاً اداره امور پناهندگان یالوام نیست فکر کنم. اینا این لباس زرده هم احتمالاً شما نیستی. آره بابای منه مثلا اونجاست. فیلم ازت گرفتیم گذاشتیم، چون مردم میگن این حرف میزنه وایست هم میذاریم. صبر بکن. وایسی که تو التماس کردی تو اداره امور پناهندگانه، میگفتی جون مادرت من میخوام رستوران بزنم، منو بیار، منو انتقالم بدید به نمیدونم شهری که الان هستی، یادم رفت، تو ترکیه. نه خودت نبودی، من فتوشاپه. اول جالبم جسم ما یه بار عکسشو منتشر کردن، گفتن عکس چیزه فتوشاپه. این ساختمون رو اون کسایی که توی آلمان این ساختمون براشون باید خیلی آشنا باشه. اون ترکیه پناهنده بودن تو استانبول. بله عذرخواهی میکنم. التماس میکنی بیارن تو استانبول، ولی صوتی تو وقتی امروز گوش دیگه خودت خواستی. ما حقیقت تا جایی که دوست داریم که آبروی افراد حفظ بشه نیگر میداریم، اما شما دیگه فاضلاب عجیب غریبی هستی. فیلم از دوستانی که لایو قبلی رو سیو کردن برای من فیلمشو بفرستن لطفا، و این لایو رو هم اگر کسی داره برای من بفرستی که بذاریم. وایسا تا تلفنتو بردارم. شماره منو بردار. آره ببین صدا ازت دارم، میگفتی که اگر امین فردین از من انتقاد بکنه من دوست دارم. یعنی انقدر عقده‌ای بیچاره، انقدر عقده‌ای که امین فردین راجعت حرف بزنه خوشت میاد. شماره منو بردار. باشه حتما برمیدارم. عقده‌ای خوشت میاد مردم بهت زنگ بزنن. دیدی قدیما مثلا میگفتن طرف زنگ خورش بالا باشه کلاس داره. حرف من این بود راجع به همه فاضلابا، نرید تبلیغ سایت شرط بندی بکنید، نرید دختر پاس بدید به این امثال شیخا، نرید دختر پاس بدید به افراد تو دبی ترکیه. چرا به یک نفر پاسخگو نبودید؟ بیاد کانال تلگرام منو ببینید، اون کسی که هستن بیان یک دور کانال تلگرام منو بالا تا پایین بخونن، میفهمن چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته تو این سایت شرط بندی. میفهمن، چون من دیشب میدونستم تو عقده‌ای که دوست داری من راجع به حرف بزنم. خب میذارم همون پایین بمونی. التماس بکن آیه مستر هزینه، برو هزینه بکن تا بیارمت بالا تو لایف. کارت به یه جای رسیده، التماس میکنی من تو لایف بیارمت بالا، نمیارمت بالا، حساب کن برو تو لایو خودت صحبت بکن. به قول خودت 60 70 هزار نفر 100 هزار نفرم آدم داری، من یه لایوم 500 نفره، تو لایو 500 نفره من التماس میکنی تو لایو بالا. با اون دوست دخترت کی بود؟ متخصص امور پاس دادن دختر بین اون، همون دختر سبا بود. کی بود؟ تو مسابقات چیز شرکت کرده بود. عکس اونم میذارم کنار دستت. اونم آدم عقده‌ایه مثل خودت. مش عقده‌ای آدماش ندیدن، حق دارن دیگه. یه عده ندیدن. منش آشناس چقدر این دختره بره. آره اینو میشناسید بچه؟ آیا هزینه خانومو میشناسی؟ الان 22 میگه 18 سالشه.
خانم سبا رو میشناسی؟ بگم از خانم سبا برات، بگم زیر چند نفر استخ. اونم مسائل خصوصیه، مسابقاتی که رفته بود و برو تو لایو خود صحبت بکن. نمیخوادم راجع به من صحبت بکنید، راجع به کثافت کاریایی که تو راجع به سایت شرط بندی کردید برید صحبت بکنید. اینقدر سر مردم و کلا گذاشتید برید صحبت بکنید. همین دیگه، این ریزه بچه بازی ها دیگه تموم شد. برید برای مردم توضیح بدید چقدر تو سایت شرط بندی خوردید که حاضر بودید 500 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 5 میلیارد به من رشوه بدید. چقدر براتون سایت شرط بندی سود داشت که حاضر بودید انقدر به من رشوه بدید؟ شرافتتون رو به چقدر فروختید؟ بگید چقدر فروختید شرافتتون رو. هر روز میاد تهدید میکنید. چرا؟ برید نگاه کنید، یه بالا تا پایین کانال تلگرام منو برید ببینید از چی میترسن منو تهدید میکنن. از چی میترسید؟ چی فردین چی گفته؟ سایت شرط بندیتون رو بسته، درگاه بانکیتون رو بسته. از چی میترسید؟ بیاد به مردم بگید چرا به مادر من توهین میکنید؟ چرا به مادر من توهین میکنید؟ من مادرم روز زنگ زده بود به من خجالت بکشید، میگفت من تمام این توهینایی که به من میشه به بابات میشه به جون میخرم، خوشحالم از این که داری یه سری شفاف سازی ها رو میکنی. طرف هزینه عروسیش 25 میلیون پولشو وایس دارم بچه‌ها آورده بود تو سایت‌های شرط بندی، خدا شاهد باخته بود. میاد جواب بده؟ گفتن نداره. چقدر این نمیتونستم برم یه 200 میلیون 100 میلیون، میگن این طرف دنبال تیغیدن و باج گرفتن، میخواستم باج بگیرم تا الان 100 بار گرفته بودم. چقدر گفتید این فردین دنبال باج گرفتنه؟ چقدر گفتید دنبال معروف شدنه؟ شکم مادرت تو معروف بودی؟ بعد میگن طرف کارتون خواب توی آلمانه. برو لایو بذار، برو لایو بذار. تو لایو 500 نفری من التماس کردی نیاوردمت. برو اینو تو کتاب خاطراتت بنویس مستر هزینه. تو لایو 500 نفری من التماس کردی بیارمت تو لایو نیاوردمت. انقدر تو خاری. لایو منو کثیف میکنی. فقط یک تیکه آوردمت بالا، دروغ گفتی، دروغت در اومد. گفتم تو لیالوا بودی، گفتی نه. فاضلابا. تموم شد. برید حالا بالا تا پایین کنید خودتونو، بتره کنید خودتونو. خیلی هم جالبه. فکر میکنن که مثلا من بگذاریم حالا فیلم مواد، جاساز موادت اومد بیرون، پروندت اومد بیرون، شکایتات اومد بیرون، فیلم به چیت مینازی های هزینه فیک. یه باش آدم هکر هم دور خودتون جمع کردید ماهی. ببینید بچه ها، سایت های شرط بندی فقط ماهی 1 میلیارد به یه سری هکر دزد باج میدن. فقط ماهی 1 میلیارد به هکرهای دزد باج میدن که سایتاشون رو نیارن پایین. وایس زد درآمد، بذار وایس تو منتشر. ببین ما چرا یه سری از اسناد رو پخش نمی کنیم، فقط به حرف بسنده میکنیم. طرف بره لایو بذاره، طرف بره فوش بده، بعد اینکه فوش داد لایوش رو ذخیره کنیم، بلافاصله اسنادشو پخش کنیم. اون موقع مردم میفهمن که این آدم دروغگوییه. ولی اگه همه بلیط‌ها رو یه جا خرج بکنیم، خب دیگه طرف بعد از اینکه ما بلیط‌ها رو چیز میکنیم، الان رفتن یه سری کانال‌های تلگرامی رو انداختن صیغه، نمیدونم قضیه چی بوده. بگذاریم از این فاضلاب دیگه. کانال تلگرامی رو انداختن به اسم صیغه. مثلا درد آدم به کی بگه؟ صیغه ساعتی تو ایران، صیغه ساعتی مملکت اسلامیه. بعد میری به یارو میگی عدم دخوله. زنگ زدیم به یارو میگه که صیغه از ساعت 12 تا 2 مال تو، 2 تا 4 مال یکی دیگه. صیغه ساعت کلا شهری میذارن تو مردم. میگه بعد یارو میگه دو بار ارضا نمیدونم مالشی. این مملکت داره به کجا میره؟ میگم ما مثلا پشت کو اومدیم، مثلا قوانین شرع رو نمیدونیم، عده رو نمیدونیم یعنی چی. آره طرفم بابا میگن طرف چی
بله. نه گفتم که ما هیجان بدیم به قضیه، میگن آروم باش. نه آخه واقعا نمیدونم من اینا چی بگم. آره سبا عکسش هم نشون دادم این سبا خانم رو. بله 250. بعد جالبم اینجاست دوستان این سیغا الکیا، مثلا میگه پول کارت به کارت کن شماره طرف رو بهت میدم، پول کارت به کارت میکنی میگه که پول جای دختر نمیتونم بری از شکایت کنی دیگه، میگه خواستی پول ندی. لطفاً تکرار میکنم کسی که لایو رو ذخیره کردن برای منم بفرستن. دنیا جهانبخت چیه؟ زهرا جهانبخت. پاسپورتش یه بار به مردم نشون دادیم. همین خانم اولش که میگفتن که این زهرا نیست، این مثلا دنیاست، چرا الکی به دروغ میگی طرف زهراه؟ بابا شما اینقدر بدبختید خب منبع ندارید. من خبرنگار رسمی صدا و سیما بودم خب، منبع ندارید، یه سرچ کوچولو بکنید بالا تا پایین من میاد بیرون برام. نه پاسپورت زهرا جهانبخت نشون داده بودم، این پاسپورتشه. منبع دارید اینطوری رو بکنید. 200 میلیون تومان همین خانم زهرا جهانبخت گرفت، پاس شد رفت دبی اومد. همین آقای فاضلابی که من گذاشتم تو کانال اسمشو پاسش داد. همین فاضلاب هیراد بود چی بود؟ هداد. در بیاد چه کثافتکاریایی این هداد کرده، چه کثافتکاریایی که کردن. من هر کدوم از این برگه ها رو میتونستم 100 میلیون بفروشم، هر کدوم از این برگه ها رو میتونستم 200 میلیون بفروشم. تا الان 50 برگ ما اصلا منتشر کردیم، من الان باید میلیاردر میشدم. یک کم اینا عقل ندارن، بدونن که ما خریدنی و فروشی نیستیم. بله زهرا جهانبخت. یکیتون آقا من سوال دارم، آقا مگه ادعاتون نمیشه آدم مردمی هستید؟ من کانال تلگرامم تو بیوم هست، برید ببینید. مگه ادعاتون نمیشه سمت مردمید؟ چرا یکیتون نیومد یک بار در هفته خب یه خیریه برای مردم را بندازه؟ دور اطرافتون هم آدم بدبخت بیچاره زیاد هست، همتون بالای 200 تا 300 تا فالوور دارید. آقا مگه شما وجدان، آقا مگه 200 300 تا میومدید آقا یه فراخوان میدید آقا هفته ماهی یه بار به یه نفر کمک بکنید؟ چرا نمیکنید این کارو؟ چرا از رسانتون استفاده نمیکنید؟ شما که ادعا میکنید سمت مردمید، هزینه‌هاتون من فقط ادعاتون میشه، یه کار مثبت برای مردم نکردید. اپوزیسیونمون هم همینن، همون رسانه ها. آقا یک بار شده آقا بیان یکی از این رسانه ها، همین آدمایی که توی رسانه ها کار میکنن، آدمای معروفیان، بیان آقا یه حرکت مثبت برای مردم بردارن. بیان آقا یه شماره حساب یه آدم سرطانی رو بزنن، شماره حساب یک آدم بیمار رو بذارن. میگه وحید خزایی گذاشت، درود به شرفش اگر گذاشت. من که ندیدم. میذارم براتون این سایت. بذار همین الان من اپشو دارم بهتون نشون بدم که دلار فیک، اونایی هم که در اروپا میتونن داشته باشن، یه اپی هست به اسم ویش. خب شما میتونید دلار فیک بخرید تو از توش، اپ ویش اسمشه. همین الان سرچ میکنم جلوتون نشون میدم، میشه دلار فیک خرید، میشه دلار فیک از تو اپ چیز خرید. همین الان اینجور میاد دلار بالا پایین برای مردم میکنه. بابا نکنید این کارا. اینا ببینید چقدر زده، قیمتش هم اون پایینش زده 3 یورو. دلار فیک میتونی بخری، 20,000 دلار فیک. نگاه کنید من بالا پایین میکنم ببینید. دلار فیک میتونید بخرید، هر نوع پول، هر نوع واحد پول هر کشوری که بخواید میتونید فیک بخرید. سکه میتونید فیک بخرید. بدبخت $1، 20,000 دلار $1. اینا بعد میه پول اینجوری آقای خزایی من اینجوری پول می بابا جمع کنید اینجوری با نگاه کن. اینا گذاشتم براتون، برید تو اپ ویش سرچ کنید.
دلار فیک میتونید بخرید. هر پولی که بخواید مال هر کشوری که میخواید بخرید میتونید برید بخرید. دلار فیک میتونید بخرید. بیت کوین، نمیدونم، نه نوشته، تیترش هم نوشته فیک مانی. تا اگه اون پول داشتی الان تو دنیای مجازی بودی. کدوم یکی از این بیزینسمن‌های موفق تو دنیای مجازی هست؟ کدوم یکی از این آدم‌های موفق آدمایی هستن مثل آقای پرویز پرستویی میاد تبلیغ بکنه بیت کوین به قول یارو، اشتباه گفتم معذرت میخوام. الان لایو هم از دوست من شماره حساب هلما رو اعلام میکنم. تو خدا هر کدومتون 5000 تومان 2000 تومان هم میتونید کمک بکنید، ثواب داره. حداقل یه لایو گذاشتیم ثوابی به سمت خودتون بیاد، نمون. 6395 لطفا اونایی که میشنون بنویسن من پین کنم. 6395 99 11 64 77 16 51. این شماره حساب خود هلما هستش، میتونید پول تو حساب خود هلما بریزید. کدوم یکیتون این کارو کردید؟ فقط ادعاتون میشه سمت مردمید. بله من واتساپ هم همه چی دارم، شمارم هم همه دارن. داشت سکته میکرد شماره موبایلش اومده این ور اون ور. 2049 159 شماره موبایل منه. مرسی از این که نوشتید من پین کنم. این شماره حساب هلماه. 2049 159 142 69 78. این شماره موبایل منه. تو لاب به من شکر نشون میدی بابا. من رفتم با موقعی که خبرنگار من بودم آقای هزینه، شما یه تایم صبح بود یه تایم بعد از ظهر، موقعی که من تو ایران خبرنگار بودم. ببینید این به اصطلاح سلبریتی‌ها چه بلایی. ببینید این وایس خاله علماه گریه میکنه. سلام آقای فردین، ببخشید که من واسهتون ویس میفرستم، تو اصلا حالم خوب نیست بخوام تایپ کنم. از صبح خواهرم با دامادمون با یه وکیل رفتن تهران، همه جا هم گشتن، همه کارم کردن، اینو آب پاکی رو ریختن رو دستشون که ما به هیچ عنوان نمیتونیم از آقای افشانی شکایت کنیم. به هیچ عنوان نمیتونیم از آقای افشانی شکایت کنیم. تازه اگه شکایت کنیم اون میتونه بره از ما ادعای حیثیت کنه. فقط بابت این میتونیم ازش شکایت کنیم که صدای خواهر منو بدون اجازه ضبط کرده. فقط از یه راه داره، اونم اینه که اونایی که پولا رو ریختن همه دست و دست هم بدن ازش شکایت کنن که حسابشو دولت ببنده، بعد پولو بریزن به حساب دولت، هلما رو ببرن پزشکی قانونی اگه مریضی هلما رو تایید کنه اون پولو میریزن به حساب دولت. ولی متاسفانه ما خودمون دستمون به هیچ جا بند نیست، نمیتونیم شکایت کنیم. ببینید این صدای این صدای خاله هلما بود. این فاضلاب افشانی ببینید چقدر فاضلابه، حاضر نیست پولی که مردم کمک کردن بریزه به حساب خانواده هلما. بعد در خصوص آقای زم خیلی از دوستان ما یه انتقادی کردیم در رسانمون، گفتیم که آقا ما دیروز خبر ریپورت رو در کانال تلگرامی برنامه پشت پرده گذاشتیم و ارتش سایبری پشت پرده پیج محسن افشانی ریپورت کرد، اما آمد نیوز نوشت ارتش سایبری مردم ایران. ببین بحث این هستش که بیش از 200 تا 100 تا پیام اومده بود، انقدر زیاد بود من تعدادش حدسم در رفته، اومده بودن گفتن آقا ارتش سایبری پشت پرده ریپورت کرده، اما چرا آقای زم نوشته ارتش سایبری مردم ایران؟ این به ما یه توهین بوده. سر همون قضیه شما باید این قضیه رو رسانه‌ای بکنید و بگید که ارتش سایبری پشت پرده ریپورت کرده پیج آقای افشانی رو، و ما مجبور شدیم که این خبر رو بزنیم و این انتقاد رو بکنیم چون مردم از ما خواسته بودن. و نکته بعد این که ما که دشمنی نداریم با آقای زم و آمد نیوز، که یک دموکراسی وجود داره، اونها از ما انتقاد میکنن، ما از اونها انتقاد میکنیم. فکر نمیکنم که این مشکلی برای نه ما باشه نه رسانه آمد نیوز. اونها بارها از ما انتقاد کردن و ما هم بارها از اونها انتقاد کردیم و این اصول اصلی یک رسانه هستش.
شماره حساب مادر هلما هم میذارم پیش من دست تک تک شما رو میبوسم، دست تک تک همتون رو میبوسم. مرسی از اینکه کمک کردید به هلما کوچولو. صدای مادر هلما هستش که من میذارم براتون. با سلام، مامان هلما سلمانیان هستم. با تشکر صداش رفت. با سلام، مامان هلما سلمانیان هستم. با تشکر از هموطنان عزیزم از دیشب که تیم پشت پرده آقای امین زنگ میزنم به من نمیذارن هلمای من حمایت میکنن. تیم پشت پرده آقای امین فردین از هلمای من حمایت میکنن تا به الان 20 میلیون واریزی داشته. ممنون از لطفتون عزیزان. مرسی از همتون. خوشحالم خانواده‌اش گفتم 20 میلیون تومان واریزی وجود داشته، واریزی اومده و ممنونیم از همه شما و متشکریم. و بله این من شماره رو پین کردم. اون شماره حسابی که پین کردم شماره حساب خود هلما کوچولو هستش. لطفا هر کسی هر چقدر توی اروپا هم به من میگن آقا شما شماره حساب خودتو بده. دوستان چیزی که زیاد وجود داره در اروپا صرافی وجود داره. لطفا مستقیم بریزید تو حساب خود هلما کوچولو. من این وسط فقط یک رسانه هستم که میتونم فقط اعلام بکنم. هیچ پولی لطفا به حساب من نریزید. من هیچ شماره حسابی به کسی اعلام نکردم. مستقیما بریزید به حساب خودشون و خود خانوادهشون. قطعا یه عده میان میگن که آره محسن افشاری راست میگه این خانوادهش میخوان پول بکشن بالا. آخه کندزه، این جمله رو میتونم بگم، آخه فاضلاب، کسی که بچهش رو به موته، بچه نوزاد 6 ماهش چجور میتونه به بالا کشیدن یه پول فکر بکنه؟ تو خودتو بذار جای اون کسی که جگر کوچش بهش گفتن آقا زنده نمیمونه اگر داروی 1 میلیاردی رو بهش تزریق نکنیم. چجور میتونه این آدم به فکر این باشه که پولو بکشه بالا؟ و در خصوص آقای محسن افشانی من تو لایو قبلی هم گفتم، ببینید یه خانمی توی کرمان بود اومد ادعا کرد که من وزارت اطلاعات گرفته. یه خانمی بود معتاد بوده و شیشه میکشیده و ترکیبی سنتی سنتی رو با هم میزد. مردم به خاطر اینکه فوشش بدن میرفتن کامنتاشو نگاه میکردن. خیلی هم الان جدیدن معروف شده. بعد اومد به دروغ گفت من وزارت اطلاعات گرفته. یه موجی ایجاد شد. الان برید کامنتاشو ببینید. لای من قربونت برم فلان بیسان بهمان. محسن افشانی به خاطر اینکه در یکی از لایواش به روح الله زم توهین کرده بود و به روح الله زم گفته بود خانم روح الله زم و لفظ خانوم برای توهین کردن استفاده کرده بود. میگه خانوما چشونه که شما میگی خانم روح الله زم؟ که خانوم ها هم واکنش نشون داده بودن نسبت به این قضیه. میخواست یه موجی رو ایجاد بکنه، کلاهبرداریاش پوشش داده بشه. اومد و رفت استادیوم و در بازی پرسپولیس گرفتنش. ببین محسن افشانی توی دکورا هم بره مردم میشناسنش، انقدر این آدم فاضلابه و تابلو بازی در آورده. بعد با زنش بلند شه بره استادیوم نگیرنش. این آدم میخواست یه موجی رو راه بندازه. خیلی بی‌پروا بهتون بگم این سلبریتی رید و وقتی افتاد زندان ما بلافاصله پیجش گذاشتیم برای ریپورت. پیجش اومد پایین که نتونه هیچ رسانه‌ای هم داشته باشه که بیاد بگه آره منو گرفتم فلان کردم موش مردگی بزنه و کلا شخصیتش ترکید. اینا سلبریتی نیستن، اینا سلبریتی ان. حساب شخصی خودتو میذاری که مشخص نشه چقدر سود اومده توش، مشخص نشه کدوم به نیت کمک بوده کدوم به نیت پول خودت بوده. بعدش هم با کمال پررویی تو استوریش تبلیغ هلما هنوز بود. تو استوریش که خانواده‌اش به من گفتن که خانواده هلما گفتن که ما گفتیم آقا تبلیغ نکن، تو استوریش تبلیغ بود. بابا شماها خب یکم عقل و منطق داشته باشید، خب با همین فردین در نمیافتید. میرید گوش میدید ببینید چی گفته، رسانه‌اش چی گفته. و گفتم یه حرفا چند دقیقه پیش بازم تکرار میکنم، موقعی که من رسانه داشتم، موقعی که من کار خبرنگاری میکردم، شما یه شیفت صبح بودی یه شیفت شب که الان هم داره یه بچه دیگه رو تبلیغ میکنه. یه 2 هفته دیگه سر از ترکیه در آورد. تعجب نکنید. من
نمیدونم اینا دنبال قاتل بلوسنی میگردن. برید گوش بده آقا. بعد یه عده فکر میکنن ما میخوایم این وسط لیدر بشیم. آقا شما به رسانه توجه بکن، به اینکه ما داریم چی میگیم. وحید خزایی هم یه فاضلابیه مثل اونا. ما اومدیم گفتیم آقا وحید خزایی کوک میزنه، اومد گفت نه من پاکم. بعد اون روز رو کوک گل زده بود، اومده گفت من 20 روز پاکم. قرص ایکس هم میزد. اومدیم گفتیم ترکیبی تجارت دختر میکنه، گذاشتیم پاسپورتایی که خرید و فروش میکرد، فیلمش تو کانال هست. آقای هزینه گفتیم تو شهر یالبا فیلمشو گذاشتیم، صدا هم میذاریم مردم بفهم. شما رو بعد یه ذره سکته داد. شما فاضلابا رو. شماره حساب هلما کوچولو پین شده، میتونید به خودش پول بریزید تو حساب خودش. من نمیدونم اصلا داره تو ایران چی میگذره. به خدا نمیدونم داره تو ایران چی میگذره. بعد از اینکه ما مستند نشون دادیم، صدا و سیما واکنش نشون داد. راجعش سایت شرط بندی ما صحبت کردیم، رئیس امور بین‌المللی ببینیم کدوم قسمت پلیس فتا اومد واکنش نشون داد. خوابید شما تو صدا و سیما. بعد از اینکه ما اومدیم راجع به هلما صحبت کردیم، صدا و سیما اومد صحبت کرد. هم خودشون این وسط دقیق دونستن، چی دخیل دونستن. پیج محسن افشانی و ما ریپورت دادیم آوردیم پایین، خبر فوری نوشت اینستاگرام بسته. من نمیدونم این مسئولین تو ایران خواب چیکار میکنید؟ آقای آذری جهرومی که یه وزارتخونه رو یدک میکشید، چه جور از درگاه‌های شما، از پنل‌های اس‌ام‌اسی شما اس‌ام‌اس تبلیغاتی میاد بیرون؟ یا شما کورید، یا شما کرید، یا شما فاضلابید، شمایی که تو وزارت ارتباطات هستید که این تبلیغات رو نمیبینید، یا دستتون با این آدما توی یک کاسه است. از این دو حالت خارجی تو تلگرام هم گفتم، حالت سومی هم وجود نداره. رک بعد به شما اینجوری رید. وگرنه ما با هر ادبیات مهربانانه میگم آقا نکنید، ضد شرط بندی تبلیغ نکنید. بابا اینا همش رباته. 5-6 نفر اون بالان، یه امیر توی سوئد، یا آقای شهریار و شهرام و امثال اون در هلندن، اون آقای افشین و فرشید در قبرس ترکیه‌ان، اون آقای پویا مهاجر در ایران. قمار آقا سایت شرط بندی رو ترکوند. اصلا قصد نداریم توهین بکنیم. بابا به خدا میدونید چرا من عصبیم؟ میدونید چرا انقدر ناراحتم؟ به خدا انقدر اومدم پولای مردم رو کشیدم بالا. هر روز مردم میگه 20 میلیون من خورده شد، اون میگه 10 میلیون من خورده شد، اون میگه 5 میلیون من خورده شد. آقای آذری جهرومی به عنوان وزیری که در دهه سوم بودی، بعد از انقلاب بودی، تو رو خدا جلوی اینا رو بگیر. شما خودت آدمی هستی که رسانه‌ای، همه به شما انتقاد میکنن، بار همه فشار انتقادات رو شما هست. ممنوع تصویرت کردن. بابا یه حرکتی 2 تا سایت فیلتر کن ما دلمون خنک بشه. فیلتر میکنی و تو توییترت به مردم بگو. 2 تا حرکت مثبت بکنید آقا ما دلمون خوش باشه. خوشحالیم حالا اومدیم یه گروهی راه انداختیم، پیج اینا رو داریم ریپورت میکنیم، ممنونیم از همه مردم، خدا رو شاکریم، یه حرکتی اتفاق افتاد. بعدش هم یه سری از رسانه ها مثلا ما رو خرگیر آوردن، ببخشید اینجوری میگم ها. زنگ زدم به مدیر جم آقای مهدی کریمیان، میگه داداش ما تبلیغات شرط بندی نمی‌کنیم، اینا لابلای سریالا پخش میشه. اونایی که اپراتورن پشت سیستم نشستن اونا دارن تبلیغو پخش میکنن. بابا ما دیگه خودمون، من 12-13 سال تو رسانه بودم، برای من داری میگی اشتباه شده؟ جم، کمپانی آونگ، نمیدونم پی ام سی، دور همه برای چی ما شماره تلفن اینا رو منتشر میکنیم؟ به خاطر اینکه ما یه تیمی داریم خوشبختانه، به محض اینکه ما شماره تلفن اینا رو چیز میکنیم قشنگ بالا تا پایینشون یکی میکنن که یاد بگیرن تبلیغ سایت شرط بندی نکنن. بله جم رفیق فابریک هم، آره آقای مهدی کریمیان خطش رادیو جوان. اجازه ندارم، قول دادم هر موقع باش صحبت میکنم صداشو اگه میخوام ضبط بکنم بهش بگم، وگرنه الان زنگ میزدم مستقیم بهش لایو میآوردمش بالا صحبت بکنه. مدیر شبکه جم مصاحبه نمیکنه آقای مهدی کریمیان. آقای روحانی مستقیم رئیس جمهورم بزنیم اینا نگن داخله. آقای روحانی
میای نفری 100 سکه به وزرا میدی به خاطر اینکه برجام تایید بشه. برجام به سرانجام رسیده بود. آقای ظریف لطف کن اون 100 سکه‌ای که گرفته بودی به خاطر اینکه برجام امضا شده الان که دیگه برجامو لغو کردم به پس بده. آقای صالحی بیا اون 100 سکه‌ای که پول گرفتی به پس بده. بیاد پس بدید دیگه. شما وزرا آقای روحانی که به اینا پول دادی برید خبراشو بخونید توی سایت‌ها. پول گرفتید به خاطر اینکه برجام امضا شد. نفری 100 سکه گرفتید نشانه لیاقت هم گرفتید. نفری 100 سکه گرفتید. بیاد پس بدید به مردم. برجام کنسل شد دیگه. برید برای مردم کرمانشاه کانکس بخرید. کمک بکنید به این هلما کوچولو. کمک بکنید به امثال هلما. چیزی که وجود داره بعد گفت. نشانه لیاقت میدید. شما باید نشانه بی‌لیاقتی بگیرید. تو مجلس میاد اون چیزا رو آتیش میزنید، برجام آتیش میزنید، پرچم امریکا آتیش میزنید. یک کدوم از این نماینده مجلس جرئت نکرد پشت تریبون مجلس بیاد بگه که اون 100 سکه‌ای که داده شد به اینا کجا رفت. مگه شما وزیر استیضاح نمی‌کنید؟ برید بخونید تو خبرها نفری 100 سکه گرفتن. خبرنگارایی که با اینا بودن نفری 7 8 سکه گرفتن. برای چی در سکوت رسانه‌ای هستیم؟ چرا همه ی اتفاقات داره سانسور میشه در رسانه‌ها؟ چرا سایت شرط بندی داره در رسانه‌ها سانسور میشه؟ چرا خبرهای ما داره در رسانه‌ها سانسور میشه؟ جالبه رسانه‌های ماهواره‌ای هم سانسور میشه به خاطر اینکه رسانه‌ها و این ماهواره‌ها گشنه 10 میلیون 20 میلیون این سایت شرط بندی هم دارن تبلیغشون رو میکنن. آقای روحانی مگه وعده نداده بودی که فیلترینگ نمیشه تلگرام؟ عوارض خروجی رو کردی 220,000 تومان. آقازاده های خودتون به خدا میدونید این یورو گرون شد من از چی ناراحت شدم؟ میدونید از چی ناراحت شدم؟ به خاطر این 2-3 هزار تا آقازاده که تو امریکا دارن درس میخونن ناراحت شدم. به خدا ارز دولتی میگیرن. من برای اونا ناراحت شدم. برای اونایی ناراحت شدم که میگن مرگ بر امریکا آقازاده هاشون تو امریکان. برای اونا ناراحت شدم. برای مردم من اصلا ناراحت نیستم. اصلا نگم براتون. برای آقازاده ها ناراحتم. برای اون آقای مافیای موسیقی به من بگن دوستان تیم اینجا اسمشونو یقه میبنده تا اینجا جای مرد داره توی ارشاد بعد عکسشو در میاریم با دوست دخترش تو لندن. من برای اونا ناراحتم. برای مردم من هرس و جوش نمیزنم. برای مردم ها. برای اونای ناراحتم که میگن مرگ بر امریکا بعد آقازاده هاشون امریکا جرأت نمیکنن برای اسرائیل و یعنی میرفتن اسرائیل هم میرفتن. نگرانیم بکشنت. اگه میخواستم بکشن تا الان میکشتن. نگران نباش. آقای هزینه نوشتی ساشا شرافت ساشا به تو میارزه. بخاطر اینکه به من قول داد که گفت من دیگه نمیرم از این فاضلابای حمایت بکنم. تبلیغ سایت شرط بندی هم نمیکنم. شرافت اون به تو میارزه. اون سلبریدیایی که میرن گلو پاره میکنن میگن به آقای روحانی رای بدید امثال باران کوثری امیر جعفری کجان الان؟ چند تاشون اومدن از مردم معذرت خواهی بکنن؟ چند تاشون اومدن از مردم معذرت خواهی بکنن؟ خانم باران کوثری میکروفونت کو؟ میکروفون گرفته بودی انجر جر میدادی میگفتی من از شما حمایت میکنم آقای روحانی از من حمایت کرد. چی شد؟ نزدیک انتخابات نمیدونم چه دستم اینجوری میشه. مجوز سریالا و نمیدونم اینا رو گرفتید و رفتید به همون خدا. چی شد؟ کدوم یکی از این سلبریتی فقط میرن عکس میگیرن تو آتلیه یقه باز میکنن مانتو تنگ فلان خانوماشون آقاهاشون عکس میگیرن تو این ور اون ور بعد یه پیج فن هم درست میکنن عکسایی که نمیتونن تو پیج خودشون بذارن میذارن تو پیج فنشون که ارشاد بهشون گیر نده بگن ما نگرفتیم فلان عکاس گرفته. همش شده زندگیشون همین انتخاب بازیگرام شده بر اساس فالوور. ما دست رو هر چیزی که میذاریم ترکیده.
باید این وزرا رو بذاریم تو ریپورت. من یه تصمیم بگیرم با تیم پشت پرده 2 تا وزیر پیجشون رو بیاریم پایین، یاد میگیرن که به مردم صادق باشن. من صحبت بکنم با تیم پشت پرده، وزیرا رو بیاریم پایین، نماینده مجلسا رو پیجشون رو بیاریم پایین، حساب کار میاد دستشون. نمیدونم به تفاهم برسیم، نمیدونم بذاریم. من دارم تیم اوکی. آقای آذری جهرمی وقتی پیجتو گذاشتن برای ریپورت به عنوان یه وزیر، پیج اینستاگرامت وقتی اومد پایین 48 ساعت بهت مهلت میدیم آقای آذری جهرمی قضیه سایت شرط بندی رو جمع بکنی، وگرنه اگه پیج وزیر بیاد پایین میدونی که آبروی ازت میره، کل دنیا راجبت مینویسن. پیج اینستاگرام یه وزیر اومده پایین، تیک آبی توییتر میگیری، بعد توییتر فیلتر آقای وزیر، خجالت بکش. احتمالاً با اون خط اماراتی که زنگ میزنی، نمیگم چه مکالماتی چون اون آدم لو میره، منبع لو میره، خط اماراتی که داشتی مهلت 48 ساعته بهت میدیم. اون موقع وقتی پیجت اومد پایین یاد میگیری تلگرام برای مردم فیلتر نکنی، یاد میگیری توییتر رو فیلتر نکنی، یاد میگیری یوتیوب رو فیلتر نکنی. وقتی 4 تا وزیر گور بابای سپاه، اینقدر منو به سپاه نچسبونیدا، گور بابای سپاه داره لایو هم ذخیره میشه، بفرستی برای اون سردار مردارشون، همشون سرپای یکی هن. همشونا 48 ساعته، به خاطر اینکه میدونم اینا بعد ستاد دارن، بعد برن تو ستاد شورای عالی مجازی تصویب بکنن. لایو رو ضبط میکنید حتما برای خودم هم بفرستید، بدم این ویدیو رو پروموت بکنن تو سایت‌های مختلف. این که نمیشه. آقای ظریف وقتی پیجت اومد پایین، آقای آذری جهرمی وقتی پیجت ریپورت شد، آقای نماینده مجلس وقتی 4 نفرتون پیجتون اومد پایین ریپورت شد، اون موقع میفهمید که نباید سمت بعد اینستاگرام هم خب میدونی که به تیک آبی نداد آقای آذری جهرمی، من خبرشو دارم. 40 میلیون می‌خواستی پول بدی تیک آبی بگیری، فکر کنم گرفتی، نمیدونم 40 میلیون ولی میدونم پول داده بودی. به من بگن دوستان، چک بکنم بچه پشت پرده نگاه کنم ببینم آقای آذری جهرمی تیک آبی داره یا نه. داشته باشی جالب میشه. بله پول داده گرفته آقای آذری جهرمی، میدونم. مرسی از جمله‌ای که نوشتی. بیش از بابا ما اگه می‌خواستیم نزدیک 50 نفر کف دستشون نوشتن هشتگ امین فردین، من امین فردین هستم برای من فرستادن، بابا ما اینا رو نمیذاریم. بله متاسفانه تیک آبی هم گرفته آقای آذری جهرمی، ولی میاریمت پایین. تیک آبی دلیل برای نمیشه که پیجت نیاد پایین. پیجت میاد پایین، با تیک آبی هم میاد پایین. 108 فالوور داری، به اندازه تعداد فالوورات بهت ریپورت میزنیم. چرا؟ ریپورت میشه، تیک آبی هم ریپورت میشه. تیک آبی برای این هستش که شما رو وریفای میکنه، کارت ملیتون و پاسپورتتون رو میفرستید. و جالب هم هستش که ایران جزء کشورهایی هستش که معمولا این اینستاگرام خیلی سخت میگیره برای اینکه بخواد بهش تیک آبی بده، به خاطر اینکه دامین اصلی اینستاگرام روی دامین فیسبوک ست شده و فیسبوک هم در ایران فیلتره و اینستاگرام دل خوشی از ایران نداره، چون سهام اینستاگرام مال فیسبوکه. به خاطر همین افراد پول میدن و با اسامی مختلف و پاسای جعلی که مال کشورهای دیگه هستش تیک آبی میگیرن. میاریم پیج های روحانی هم میاریم پایین. دو تا 3 تا از این وزیرا ببینم. من حالا چون آقای جهرمی تیک آبی داشت نگاه بکنیم ببینیم این ظریفی نمیدونم روحانی کسی تیک آبی داره یا نه.
تیکابی نداشت پیج اونو پیج رئیس جمهور وقتی ریپورت بشه حساب کار میاد دستش. برای من بفرستید دوستان، یکی از اعضای تیم داره با من صحبت میکنه، پیج روحانی برای من بفرستید من ببینم تیکابی داره یا نداره. البته یه چیزی دیگه هم میگم، آقای آذری جلمی معلوم نیست، شاید پاسپورت یک کشور دیگه هم داشته باشه، به هر حال پاسپورت فیک هم نداشته باشه. همتون هم از ترس رفتید تیک آبی هم گرفتید، حالا کاش که زودتر میشد. پیج روحانی رو لطفا برای من چک کن. ما 48 ساعت به اینا فرصت دادیم، حالا شما آزادید، میتونید ریپورت بزنید، اسپم بکنید لطفا. یعنی اول علاوه اینکه ریپورت کردید یه گزینه داره اسپم بکنید، اسکرین شاتش هم برای من بفرستید. بله ریپورت میشه با تیک آبی، اینطوری نیست. نگاه کنید ببینید آقای روحانی هم تیک آبی داره یا نداره، به من بگید لطفا، چون همشون ماشاءالله 2 ملیتی هن دیگه، دور همن. از الان آزادید، میتونید هم ریپورت هم اسپم بکنید تا آقای آذری جرمی به حرف بیاد، تلگرام مردم فیلتر نکنه. حمله مستقیم به مردم میکنی، حمله مستقیم. من اصلا دوست نداشتم لیدر و یا جریان خاصی باشم و نیستم، هم دوستم ندارم لیدر پروری بکنم. چارتاتون بیاد پایین، پیجتون بیاد پایین، حساب مردم میاد دستتون. نمیدونم ماشاءالله همشون که توی انگلیس خونه دارن. حتی اگه ریپورت هم نشه تو خارج از کشور پتیشن میزنیم میاریمش پایین. از طریق مجلس بریتانیا، از اطلاعاتون، از طریق آلمان دارن کار نقض حقوق بشر میکنن دیگه، نقض آزادی بیان میکنن از طریق امریکا. امریکا، آلمان، انگلیس همه متحد میشیم اون موقع میاریم پایین. 4 تا ایمیل بزنیم از طرف چند تا آدمی که ارتباطات خوب باشون داریم به این اینستاگرام حساب کار میاد دستش، پیجو میاره پایین. به هر حال تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک براشون بیزینساشون خیلی مهمه، دوست ندارن که توی کشور فیلتر باشن، دوست نداره یوتیوب توی کشور فیلتر باشه، بیزینسش تو اون کشور میخوابه، پس عملا ترجیح میده که پیجای این افراد نباشه. بله بفرست خانم پورشان برای من تو چیز پیام دادی. همه با هم متحد شدیم به اندازه یه کاری میکنم، به اندازه آقای آذری جهرومی، به اندازه تعداد فالوورات ریپورت بخوری. صبر کن 48 ساعت فرصت داری. پیج یه وزیر بیاد پایین، پیج یه نماینده چند 10 تا از نماینده مجلس بیاد پایین، حساب کار دست همتون میاد. لطفا این لایو هم برای من بفرستید، اونایی که ضبط کردید، میدونم خیلیاتون دارید ضبط میکنید. امین فردین پشت سر هم آیدی تلگرام منه، این هم شماره حساب هلما کوچولوه. پیج شورای عالی مجازی هم گذاشتیم پایین، پیج چند نفر رو گذاشت آوردیم پایین، مثل بمب ترکید. اون موقع دیگه نمیتونن رسانه ها فیلتر کنن بگن که ارتش فلان بوده، میاد دستش. گل گفتین دوست عزیزمون آقا مهدی، عوض این که برن سایت ها رو فیلتر بکنن، عوض این که برن شرط بندی ها رو ببندن، من تلگرام فیلتر میکنن.
دلیل هم داره، سناریو هم داره فیلتر کردن تلگرام. به خاطر اینکه نمیخوام وی پی ان بفروشن. وی پی ان به مردم وقتی فروختن کامل میتونن تمام دستگاه شما رو شنود بکنن از طریق تلگرام. بابا مردم از طریق تلگرام بیزینس میکردن، مردم از طریق تلگرام کار میکردن. از چی میترسیدید؟ از گردش آزادانه اطلاعات در تلگرام میترسیدید؟ شما اگه ریگی تو کفشتون نبود چرا تلگرام فیلتر کردید؟ توضیح بدید به مردم دیگه. توضیح بدید. طور نمیشه. هر کی هر چی دوست داره بگه. من لایو هیچ کدومشون نگاه نمی‌کنم. حالا اونو بهتر کنم. ما سند میاد دستمون، تو با سند صحبت می‌کنیم. بیکار نیستیم بریم این لایو این فاضلابا رو ببینیم. هیچ کدومشون فالو نداریم. بله همینطوری هم که ما همه شنود میشیم دوره هم، اما وی پی ان هم بی تاثیر نیست روی این قضیه. دقیقا درسته. آقا شما میتونید امین فردین رو فیلتر بکنید، امین فردین رو بلاک بکنید، امین فردین پیج اینستاگرامش رو بیارید، اما آیا تفکر امین فردین رو میتونید بیارید پایین؟ معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، نمیگم بیادبیه. لایو خیلی از خانواده دارن لایو میبینن. تفکر امین فردین رو جرأتش آیا دارید بیارید پایین؟ روی لایو 500 نفره، 500 نفر، 1000 نفر، همه این فاضلابا ریختن به هم، سیاسی ها، اجتماعی. 500 نفر آدم هم میترسید؟ یه چیزی بگم، داره لایو هم ذخیره میشه. به خدا قسم، به خداوندی خدا قسم، اگر برگه‌ای از بیت رهبری، از خود رهبر، خانواده‌اش، به خاطر اینکه دزدی کرده، هر کاری کرده پخش بکنه، دستم برسه زیر نیم ساعت پخش میکنم. فراخوانم دادم تو قبلی، الانم میدم. به خداوندی خدا اگه برگه دزدی سندی دستم برسه پخش میکنم. من که هیچی از من بزرگترش وی او ای بی بی سی شم هیچ برگه دستش نرسیده. اینقدر منو به اینو نچسبونید. من 2 سال از ایران اومدم بیرون. درد مردم واقعا حس میکنم. چی بگم؟ هی میگن آقا از این بگو، آقا بی بی سیش نمیتونه بگه. آقا شبکه من و تو شبکه نیم درست کرد کارتونی. خب عروسک کاریکاتور همه رو درست کرد، عروسک و کاریکاتور رهبر ایران رو درست نکرد. من و تویی که از موساد اسرائیل و مایسیکس انگلیس هزینش در میاد. شبکه من و تو هم برید آقا، برید زیر پیجش هشتگ بزنید چرا عروسک کاریکاتور آقای خامنه ای رو درست نکرد تو برای شبکه نیم. سوال دیگه. انقدر به این گفتم آقا گور پدر سپاه نچسبونید ما رو به سپاه. گفتم به خداوندی خدا اگه برگه ای از رهبری مجتبی خامنه‌ای همین الان در حال حاضر در لندن، تیم حقوقی من به من گفتن 2 تا پرونده باز در لندن داره، از 2 تا آدم شکایت کرده. به خاطر اینکه راجعش صحبت بی سند و مدرک که نمیشه صحبت کرد. فردا از من شکایت بشه کی میاد جواب بده؟ کی میاد جواب بده آقا؟ ما بگیم دزد طرف بدون سند و مدرک مگه میشه؟ ما حرفمون نیستش که طرف از کجا پول میگیره نمیگیره. دمش هم گرم، برنامه‌ای با کیفیتی هم تولید میکنه، اما بیا توضیح بده که توی شعر یادت نره چرا لوگوی اصلی شعر یادت نره مثلث اسرائیل. لوگوی اصلی برنامه رنگامیزی ها، امتیاز ها، همه اون مثلث 8 سلی اسرائیل. اینا نکات ریزیه که مردم توجه بکنن. آره درست گفتین سارا خانم، بد نمیگن، واقعیت رو نمیگن به مردم. بله آقای جرجندی از دوستای خوب منه، رسانه وب آموز. ببین رسانه ها بد نمیگن، طرف در قالب رسانه خب اون چیزایی که خودش دوست داره به خورده بقیه میده.
فکر کنم 1 ساعت لایومون صورت گرفت. 6 زلی 8 زلی 10 زلی تعداد زل آشکه نیست. بچه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سیستم عامل لینوکس و کم کم باید لایو ببندم. فردا حکم اعدامت بیاد. حکم اعدام آدم ها از طرف مردم نیاد. آدم ها از طرف مردم اعدام نشن. مسئولین زر زیاد میزنن. مسئولین تا مردم نباشن که مسئول نیستن که. دوستان همینه. اون لوگوها هر جا پیدا میشه 6 زلی اسرائیل، 3 زلی شیطان پرستان. اون لوگوهایی که همه جا هست. آدم شرافتش رو پیش مردم نبازه. آدم مردونگیش رو پیش مردم نبازه. چه 10 نفر، چه 20 نفر، چه 50 نفر. ممنونم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که 2 ماه دارم منو تهدید میکنه. هیچ غلطی هم نکردم. که اسلحه میفرسته، که اسید ببره، غلط میکنید، زر اضاف میزنید. بلد بودید به تهدید بکنید، این صحبت‌ها رو نمی‌کردید. براتون بهترین آرزو میکنم. لطفاً اگه کسی لایو رو ذخیره کرده برای من توی تلگرام با آیدی امین فردین بفرسته. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. سعی میکنیم که حالا هر 2 شب یه بار، اگه پیجمون رو نیارم پایین دوستان، حالا پیجم بیارم پایین مهم نیست، من آیدی تلگراممو گذاشتم، میتونید از طریق آیدی تلگرام اعلام کردم بیاید لایو و با هم صحبت میکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب خوبی داشته باشید. ببخشید اگر جاهایش ما یکم بیادبی کردیم. برای بعضیا که فاضلابن بعد معادل خودشون فاضلابیابی کرد و برای کسی هم که باید دقیقاً باید این کارم انجام داد. مرسی. اون کسی که لایو ضبط کرده برای من بفرست. مرسی. شبتون